بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وقفنا عند قول صاحب المتن الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. اکنون چهارم از نواقض، یعنی چهارم از شکننده های اسلام، از آن عبارت است که کسی اعتقاد آن کند، کسی اعتقاد کند که غیر نشانداد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مکملتر است از نشانداد او صلی الله علیه و سلم. نشانداد یعنی که همون شریعتی که آورد، قانون آورد، اخلاق آورد، دین آورد. غیر دینی، غیر شریعتی محمد صلی الله علیه و آله و سلم آوردگی از آورده پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی است؟ مکملتر است بود. اون معنا دارد که هدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی دارد میگوید؟ کمبودی دار است گوید. او ان حکم غیره احسن من حکمه، یا که حکم غیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حکم او را دیده چی؟ زیباتر و خوبتر و نه. این خیلی گوید. به مانند کسی که یفضل اولا میداند، بهتر میداند حکم طاغوت ها را، حکم دنیوی که در دنیا مردم تشکیل میکنن که حکم های قانون های دنیا میکنن، اینا را حکم های طاغوت میکنن، حکم شیطانی. این حکم ها را اولا میداند، بهتر میداند از حکم او صلی الله علیه و آله و سلم، فهو کافر، و کافر است. یعنی اگرچه با حلال داند، اعتقادش همین باشد. صحبت درباره اعتقاد رفته شده، درباره عمل نه، درباره اعتقاد رفته شده. وقال الشارح حفظه الله تعالى: من انواع الردة الحكم بغير ما انزل الله. یکی از نمودهای مرتده از آن عبارت است که حکم کردن به غیر نازل کرده الله. یعنی الله گفته است باید این خیل شود و میگوید که نه این خیل شود، کافر میشود. یعنی یک نمودی چی؟ مرتد است. با شرط دارد: اذا اعتقد ان هذا امر مباح، وقتی اعتقاد کند که این کاری اجازت است، مباح است، یعنی به غیر نازل کرده الله حکم کردن این مباح است. و انه یجوز ان یحکم بالشریعه و یجوز ان یحکم بالقوانین، یعنی جایز میداند حکم کردن را به شریعت و جایز قرار میدهد چه؟ حکم کردن را به قانون ها. میگوید به این شریعت هم اجازته، با وی هم اجازته، یادش چیکار میکند؟ برابر قرار میدهد. قانون های الله نازل کرده را با قانون های مردم ساخته. و یقول المقصود حل النزاعات، مقصد از حکم چیست میگوید؟ یعنی حل کردن پرابلم ها، مشکلات حل کردن است. یعنی به قانون دنیوی باشدم که پرابلم حل شد و میگوید که ها حل شد، تمام. شرط نیست میگوید به قانون الهی چیکار کردن؟ حکم کردن. مقصد چیست؟ حل نزاعات. نزاع گفت من ده کشمکشی و بحث و نزاع میگوید. و هذا يحصل بالقوانین و يحصل بالشریعه، یعنی پرابلم را حل کردن می شود به قانون و می شود به شریعت.
الامر متساو، یعنی این کار برابر است. فهمید؟ یعنی که برابر است، یعنی حکم الله با حکم نگاه نمیگه به حکم الله همین کار حل میشد. ما نکردیم به این حکم دنیوی کردیم کار حل شد، حل شد، هر روز یکسان است میگه یک خیره. نقول ما با چنین اشخاص میگیم که سبحان الله تعجب کرده، تجعل حکم الطاغوت مثل حکم الله، نخود تو قرار بدهی حکم طاغوت را مانند حکم الله. تحکیم شرع الله هذا عبادة لله، با حکم الله با شریعت الله حکم کردن داوری کردن این عبادت الله است، زیرا الله گفته است. همه خیلی است. لیس القصد منه فقط حل النزاع، مقصد از حکم کردن با شریعت الله این فقط از آن عبارت نیست که بین دو کس یا که بین چند کس پرابلم و مشکلی باشد، مشکلی او را حل کردن خلاص، حل کردن باشد خلاص. القصد منه العباده بتحکیم شرع الله سبحانه و تعالی، مقصد از داور قرار دادن شریعت الله یعنی به شریعت الله حکم کردن در برابری یعنی مشکلات حل کردن با چی است؟ این عبادت است. مقصد چه؟ عبادت کردن است به حکم قرار دادن شریعت الله سبحانه و تعالی. فهمیده؟ بعضی کسان خیلی میگوین و چی گفتن در کار؟ گفتن در کار که به گفتی الله عمل کردن به شریعت الله حکم کردن در برابر حل مشکلی با چی است؟ این عبادت داره. فهمیدی؟ گرچنده که در حکم طاغوت بعض پرابلم های شما حل شود هم که، لیکن این عبادت نیست، این مخالف امر الله میشه. مفهوم؟ فهمیدی سوده یا که هم فسرتون جمعیدی سوز خلاص؟ نفهمید پرسید. و تحکیم غیره شرک، و حکم قرار دادنی یا که حکم کردن به غیر شریعت الله این شرک می شود. و شرک فی الطاعت و شرک فی الحکم، اینه میگوین چی؟ شرک در طاعت و شرک در حکم میگوین. یعنی که شرک نوع هست. شرک در طاعت است. مثلا یک کس از قانون الله بیاره یک چیز میگوید که یک چیز حلال میگوید چه؟ این حرام است میگوید. از طرف الله نمیگوید، از طرف پیغمبر نمیگوید که الله پیغمبر او را حلالش گفته است، میگوید این حرام است. برای مثال الله گفته است که بسیار زنی اجازت است، یعنی مباحش گفته و میگوید که نه، من میگم که این اجازت نیست، امروز قانون ما میگوید ما باید که این دو و درست نیست. میگوید چی میشه؟ این اگر ما چنین کسی اطاعت کنیم بگفتیم ما عمل کنیم، این چی میشه؟ شرک در طاعت میشه. زیرا ما یک کس را در طاعت در یک طاعت اطاعتش کردیم، در یک حکم اطاعتش کردیم که اون حکم مخالف فرموده الله است. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، و مخلوق نه همه کارش هم در اطاعتش میکنیم، گرچنده که راهبر هم باشد. هم خیلی سعی برای ما الله تعالی میگوید که اطیعوا الله، الله را اطاعت کنید، و اطیعوا الرسول، و اطاعت کنید پیغمبر را. نگاه کنید کلمه اطیعوا دو بار تکرار شد. سه کس باید اطاعت بکنیم، الله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم و راهبرها را باید اطاعت بکنیم. اون خلاص. اما کلمه طاعت در راهبر آمدگی نیست. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. هم خلاص. معلوم شده است که الله را ما اطاعت میکنیم، پیغمبر اطاعت میکنیم علیه السلام، راهبرها را اطاعت میکنیم اگر راهبرها در طاعت الله و پیغمبر باشند، یعنی مخالف از الله مخالف از پیغمبر به شرط کار نکنیم. فهمیده؟ معلوم است که طاعت راهبرها طاعتی مستقل نبوده است، یعنی علاهیده نبوده است. طاعت اونها وابسته به طاعت الله و وابسته به طاعتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه. فهمیده تو این معنی؟ اگر پرسیدیم ما که برای چی در اینجا اطاعت در راهبرها ذکر نشده است، اطیعوا نآمده است، میگه که این راهبرها طاعتی مستقل ندارن، قانونی مستقل،
فرمانهای مستقل ندارد، باید که فرمان ویها در اساس فرمان الله و پیغمبر باشد. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. نه اینه چی میگوین؟ در عکس حال چی میشه؟ این شرک در طاعت میشه. و شرک فی الحکم، این شرک میشه در حکم. این که به کی وابستگی دارد؟ به خودی همون راهبری که حکم میکنه. اگر ما اطاعتش کنیم در این چی میشه؟ شرک از طرف ما صادر میشه. و یعنی که شرک کرده است در چی؟ در حکم، یعنی که باید به غیر قانون الهی حکم کرده است، مستحیل باشد اگر حکم. الله سبحانه و تعالی میفرماید ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. آیا ویها یعنی شرکا دارن، یعنی شرک ها دارن، معبود ها دارن، خداها دارن که برای اونها از دین با یک چیز نوآوری تشکیل کردن؟ شرعی ابتدعو، یعنی در دین، ما در دین هستیم میگون که ما در دین هستیم. آیا الله را مانده معبودها قرار دادن که این معبودها برایشان از دین با یک نوآوری آوردن؟ اون چیزی را آوردن که لم یأذن به الله، الله اذن نفرموده است، ای ما لم یجز لهم ابتداعه، الله اجازه نداده است بدعت تشکیل کردن اونها را در دین. چی خیر اینها از پیش خود چه بدعت را نوآوری را تشکیل میکنند. میفرماید و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. نگاه کنید این شرکی چی میگوین؟ طاعت. اگر شما رو پرسن که یک دلیل بیار دایره شرک در طاعت، باید این از خاطرتون بسیار کسا میپرسن. من همین تا همین روزا رو پرسیده میرسم به طریق نیت، تا حال پرسیده میرسن شرک در طاعت این چی معنا داره؟ دلیلش چیست؟ انا همین آیت دلیل از سوره انعام آیت 121 و این اطعتموهم، اگر شما ویها را اطاعت کنید، انکم لمشرکون، شما هم مشرک میشید. اگه به شرطی که اگر یعنی که فرمایش ویها فرمان شرکی باشد شما یعنی که مشرک میشید، مستحیل باشد، مکره نباشد. اگر فرمان دادن ویها فرمان معصیت غیر شرک باشد شما فقط چی میشید؟ عاصی میشید، مشرک نه، عاصی میشید. فهمیدید تو؟ نه. اتخذوا میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم. یعنی ویها یعنی اهل کتاب گفته شده است. اتخذوا احبارهم ای علماء اليهود، عالم های یهود نومشون چی میگوین؟ دامله هاشون احبار میگوین. فهمیدید؟ یعنی یهود احبار خود را، دامله های خودشون، علمای خودشون گرفتن. چی گرفتن؟ اربابا من دون الله، پروردگارشون گرفتن. فهمیدید؟ خداشون گرفتن غیر از الله. خب و رهبانهم و نصرانی ها باشن عابد های خود را عبادت میکرد. این هم دامله هایی که دامله های نصرانی ها را رهبان میگوین. عالم های خودشون چی گرفتن؟ ارباب گرفتن. هم خلاص یعنی پروردگار گرفتن. اطاعوهم فيما امرهم في اوامرهم و نواهیهم. و اینها را نه کنه چه خیلی بر پروردگار گرفتن، گفتن که شما خدایید، گفتن نه شما پروردگار ما هستید، گفتن نه. چه خیلی شده است که الله سبحانه و تعالی این مردم یهود و نصرانی رو گفته شده است که عالمای خودشون پروردگار گرفتن. چیکار کردن وایها؟ یعنی اطاعتشون کردن در امری که علماشون امرشون کردن، واقعا اون امر نهی بود در پیش الله، یا که معنشون کرد، مردم معنی کردن از یک کاری که الله واقعا چی گفته بود؟ امر کردن. مفهوم؟ انا همین جلده چی میشن؟ ویها بجز الله ویها را پروردگار گرفتگی شدن، گرچنده که به زبان نگوین ویها. والمسیح ابن مریم،
و مسیح یعنی عیسی پسر مریم را چی گرفتن؟ اتخذوه ربا، او را پروردگار گرفتن. الى قوله سبحانه عما يشركون، یعنی وما امروا والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. حالا آنکه وایها مأمور شدگی بودن، یعنی الله وایها امرشون کرده بود که نه اینکه نباید که وایها علمای خودشون عبادت بکنن، نه اینکه یا که پروردگار گیرن، نه اینکه مثال گیرم عیسی را پسر مریم را چه برای خود پروردگار بگیرن. بالعکس وایها مأمور شدگی بودن که عبادت بکنن یک تا معبود را، الله برحق را، یعنی معبود برحق را عبادت بکنن. لا اله الا هو، او چنان معبود است که جز او یگان معبود برحق نیست. سبحانه عما یشرکون، الله پاک است از اون شرکی که ایشان قرار بدهند همراه او میگیرند. فسماه شرکا، این چی؟ یعنی این اطاعت شرک نامید. فالذی یسوی بین حکم الله و حکم الطاغوت، اون کسی که بین حکم الله و حکم طاغوت برابر قرار میدهد. و الطاغوت نعم، یعنی این کار الله شرکش قرار داد. و الطاغوت المراد به كل حکم غیر حکم الله، طاغوت مراد از اون چی؟ از چی عبارت است؟ تمام حکمی که غیر حکم الله است. سواء عوائد البادیه، فنداره خواه این عرف و عادتهای مردم صحرانشین باشند این قانون، او انظمه الکفار، یا که نظام و قانونهای کافرها باشد، او قوانین الفرانسی او الانجلیز، یا که قانونهای فرانسی تشکیل کردگی انگل تشکیل کردگی باشد، او عادت القبایل، یا که عرف و عادتهای قبیله‌ای باشد محلگی باشد. کل هذا طاغوت، همه اینها چی هستند؟ طاغوت هستند. و کذا تحکیم الکهانه، همچنین داور قرار دادنی فالچه ها، حاکم قرار دادنی فالچه ها. شما میدونین نازمین چی بگفتی شما چیه بابا این چیکار میکنه؟ بالا با نگاه میکنه، یا که چیکار میکنه؟ قم میاندازه در قم ها چه خط میکشه، یا که چیکار میکنه؟ یک کار میکنه. مفهوم؟ همینا طاغوت هستند. فالذی یقول انهما سوا، اون کسی میگه که این دو یکسان هستند، یعنی این کارها به حکم الله برابر هستند، میگوید کافر و کافر است. و اشد منهم من یقول، با از این سخت‌تر اشدی‌تر کسی است که میگوید ان الحکم بغیر ما انزل الله احسن من الحکم بما انزل الله. میفرماید که حکم به غیر نازل کرده الله این بهتر است از حکم کردن به نازل کرده الله. هذا اشد، یعنی که گناه این، جنایت این با اشدی‌تر است. فالذي يقول الناس ما يصلح لهم اليوم إلا هذه الأنظمة، ما يصلح لهم الشرع ما يطابق لهذا الزمان ولا يساير الحضارة، ما يصلح إلا تحكيم القوانين ومسايرة العالم، تكون محاكمنا مثل محاكم العالم، هذا أحسن من حكم الله. نعم. اون کسی که میگوید که مردم امروز برایشان یگان چیز درست نمی آید مگر همین قانونهای امروزه. همینه، یعنی امروز برای مردم یگان چیز صلاحیت و بهبودی درست حال و احوالشون تینج درست کردن نمیتواند غیر از قانونهای همین امروزه، یعنی قانون قرآن کانه شده. همینه. خب ما یصلح لهم الشرع، شریعت به اونها صلاحیت ندارد، یعنی که خوب نیست. اگر اینا به شریعت عمل کنن عقیم مونده بشه، دولت‌های غرب عقیم میمونه. نعوذ بالله. نخواد تو دولت غرب، دولت مردمی که نه زن است زنه یا نه مردش مرده، اونها را تو مردش مرد قرار دهی زنش زن. نه، یعنی اون مردمی که نه دین دارد نه آیین دارد، منحط و پسترین، الله در قرآن اونها را گفته است که از حیوان هم پستر و پسترن، تو نخواد قانونای اونها را پسندیده قرار بدی. الشرع ما یطابق لهذا الزمان، حسن اون کسایی که میگن که شریعت در این دور و زمانه مطابق نمی آید، موافق نمی آید، شریعت کهنه شده است، ما پیش قدم شده هستیم،
ما به پیش رفتگی هستیم. ولا یسیر الحضاره، یعنی که شریعت امروز به مدنیت یک جای رفتن نمیتواند. شریعت چیزی کهنه است، مدنیت این چیزی دیگه میکنه. نوای ما یصلح الا تحکیم القوانین، فقط امروز صلاحیت و درست و بهبودی دارد داور قرار دادن قانون های امروزه. و مسایرة العالمی تكون محاکمنا مثل محاکم العالم، بخاطر اون که به قطار عالم رفتن، یعنی به قطار عالم یعنی در برابر مردم جهان یک جایه پهلو به پهلو رفتن، این فقط چی می شود؟ به داور قرار دادن ما مثل داور قرار دادن عالم. یعنی مردم جهانی که امروز ماشین دارد، نقلیات ها دارد، سمولات دارد، تانک دارد، پشت دارد، برای خاطر آن که شما از قطار نمونید باید چیکار کنید؟ به قانون همونها رفتن گیرد. 80 سال به قانون کافر بردتون ولی سپید راست کردن نتونستید. 70 سال یعنی که به قانون کافرها پهلو به پهلو دینتون رو فروختید. از پیغمبر دیده لیلی را خوبتر دونستید. حالا مردمت یعنی گز ندارد مسجد، مردم مسجد بیگز است، با همون گزو با همون یعنی که چیزهایی که برای مردم ضرورت دارد، با همون معدن و با همون نوش و نعمتهای شیرین به مزه برای کافر است. تو مردم دیگه نه آردی سیاه میخوری، نرخ نواد آسمان زدگی هستی، همه چی محروم هستی. انا خان به قطاری از قطاری یعنی که روسیه نمونم گفتن است، از قطار امریکا، از فرانسه نمونم گفتن است. انا می حال آورد کنم. فهمیدی؟ هذا احسن من حکم الله، کسی گوید که این از حکم الله را دیده خوبتر است بود. هذا اشد کفرا من الذي يقول ان حکم الله و حکم غیره متساویان. این کافری یعنی این عمل یک کفری اشدی‌تر است از اون کسی که میگه که چه حکم الله و حکم غیر الله هر دو یکسان است، برابر است. اما اذا حکم بغیر ما انزل الله لهوان فی نفسه، اما اون کسی که حکم غیر نازل کرده الله میکنه برای خاطر خواهشاتی که در نفس خود دارد، او جهل بما انزل الله، یا که نازل کرده الله را نمیداند، قانونهای بی خبر هستند. و هو یعتقد ان حکم الله هو الحق، ولی اعتقاد آن دارد که حکم الله این حکم حق است و هو الواجب، این واجب است. فهذا فعل کبیرة من کبائر الذنوب، چون این کس یک نوع گناه کبیره را انجام دادگی میشه، گناه بزرگ کرده است. و ذلك کفر دون کفر، این کفر دون کفر است، یعنی این اون کفر نیست که وای کسی از اسلام خارج کند، از اسلام نمیبرد به توفیل این گپ گفتن یا که این کار کردن است. مفهوم؟ با کدام سبب؟ به سبب آن که وای حکم الله را رد نکرده شده است، حق میداند، واجب میداند، جاهله. فهمیدید؟ اینم لیکن گناه کبیره است. این معنا نداره که به ملال حیاتش گذراندن، پیش الله جواب میدهد. اگر الله خواهد میبخشد، نخواهد نمیبخشد. برای نعم.